با برنامه تحلیلی و خبری رادیو آزادی از روز 22 فوریه خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی هستم که از شهر پراگ جمهوری چک با همکارانم در تاجیکستان شما را همراهی میکنم. گزارش‌هایی که امروز در برنامه داریم. یک پژوهشگاه شویتساری گفته است که مقامات تاجیکستان با طالبان و گروه انصارالله در افغانستان مذاکره میکند. دیدبان حقوقی بشر هیومن رایتس واچ تاجیکستان را در فهرست کشورهای جای داد که مخالفان و فعالان را در خارج از کشور تعقیب میکند. تعقیب برای گفتن حقیقت، حکومت روسیه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را بر روی خط سازمان‌های نامطلوب شامل کرد. این فقط یک نمونه دیگر از آن است که چگونه دولت روسیه گزارش‌های واقعی را به عنوان یک تهدید اساسی می‌بیند. یک پژوهشگاه شویتساری به نقل از چند منبع میگوید بین حکومت تاجیکستان و طالبان گفت و شنود مخفی ادامه دارد. پژوهشگاه شویتساری امور جهانی روز 21 فوریه نوشت طالبان با درخواست مقامات تاجیکستان میانه‌روی گفت و شنود آنها با جماعت انصارالله شدند. انصارالله که اساساً از حساب جنگجویان تاجیک ترکیب یافته است در خاک افغانستان فعال است. همکاری ما کیومرث عطا این موضوع را تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیومرث، این ملاقات کی و در کجا صورت گرفته است؟ سلام عبدالمومن، طبق این گزارش که ما دیدیم مذاکرات اول بین نمایندگان تاجیکستان و حاکمان نوی افغانستان روز 8 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است. به نقل منبع‌های پژوهشگاه شویتساری امور جهانی آن روز یک هیئت طالبان تحت سروری رحمت الله نجیب معاون دوم پلیس مخفی طالب‌ها وارد تاجیکستان شده و در یک مکان نامعلوم صحبت کردند. هیئت تاجیکستان در این گفتگو از مقامات طالبان درخواست کرده است که اعضای گروه انصارالله را به آنها بدهند، اما در پایان دو جانب به سازش رسیدند که طالبان گفت و شنید مقامات تاجیکستان را با سران جماعت انصارالله سازمان دهند. حتی رویخط اعضای انصارالله و مکان دقیق زیست آنها را در افغانستان دادند. طالبان آن را غیر قابل اجرا دانست، نقل کرده است یک عضو آگاه طالبان به پژوهشگاه شویتساری. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای تاجیکستان در امور مبارزه با تروریسم هنوز 8 ینور امسال احتمال جریان یافتن چنین گفت و شنید را میان مقامات تاجیکستان و طالبان در صحبت با ما تصدیق کرده بود. او گفته بود که هرچند انصارالله را یک نیروی کلان و تهدید بزرگ به امنیت کشور نمیدانند، برای برطرف کردن آن با طالبان گفتگو دارند و این همصحبت ما گفته بود که این کار به خاطر امنیت کشور صورت میگیرد. جماعت انصارالله یک سازمان افراطی است که از 200 تا 300 نفر جنگجو دارد به گفته مقامات تاجیکستان و اکثرا زادگان تاجیکستان هستند و یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی. طالبان بعد از گرفتن حکومت در افغانستان نظارت بخشی از سرحد را به اختیار این گروه داده بودند. کیومرث، در این ملاقات ها که شما مطلب را خوانده دایر به کدام موضوع صحبت شده است؟ یعنی دست کشیدن از تهدید به تاجیکستان یا چیزی دیگر؟ اول گویم که ملاقات اول طالبان با اعضای انصارالله به نوشته پژوهشگاه شویتساری در ماه دکمبر سال 2023 و ملاقات دومی آنها در ماه ینور سال 2024 صورت گرفته است. در این نشست ها به گفته منبع‌های پژوهشگاه شویتساری اعضای انصارالله پیشنهاد آشتی را با حکومت تاجیکستان کاملا رد کردند و دیرتر بعد از ملاقات‌های دوم سوم پس از تلاش‌های چند ساعت طالبان اعضای انصارالله در نهایت مجبور شدند که موقع خود را تا اندازه نرم کنند. آنها اعلام داشتند که با حکومت تاجیکستان مذاکره خواهند کرد، اما تنها پس از اجرای چند شرط. با گزارش پژوهشگاه شویتساری اعلان حکومت اسلامی، خروج سربازان روسیه از خاک تاجیکستان، رهایی اعضای زندانی انصارالله و هم تشکیل مدرسه‌های دینی از جمله شرط‌های انصارالله بوده است. در پی مذاکرات به گفته منبع همین پژوهشگاه بسیار هم سخت، انصارالله در نهایت راضی شده است که به مذاکرات با تاجیکستان تنها یک شرط پیشنهاد کند و آن هم خروج نظامیان روسیه از خاک تاجیکستان است. در همین حال یک دیپلمات از منطقه در صحبت با پژوهشگاه تلاش‌های طالبان را برای مساعدت به مذاکرات با حکومت تاجیکستان تصدیق کرده و گفته است که واقعا انصارالله خروج تمام سربازان روسیه را خواسته است، ولی خود او گفته است که اجرای این طلب غیر امکان است. حکومت تاجیکستان همونطور که می‌دانید عبدالمومن از منتقدان طالبان است. این گروه هنوز در
لیست سازمان‌های ممنوع و افراطگرا در تاجیکستان قرار دارد. بینای سفارت افغانستان در دوشنبه نیز در اختیار نماینده‌های حکومتی پیشینی افغانستان است. با این وجود داد و گریفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. چند پیش بازار سرحدی هم باز شد. نمایندگان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلام کردند که زیر اطاعت طالبان هستند. اگرچه چند روز پیشتر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همین نکته را رد کرد. تشکر. با تفصیل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید. یک سازمان معتبر حکومت تاجیکستان را برای تعقیب و سرکوب مخالفان در خارجه و اعضای عائله آنها تنقید کرده است. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 22 فوریه به این دلیل در گزارش تاجیکستان و چند کشور دیگر را سنجیده زیاده از 100 مورد سرکوب فرامرزی را جمع آورد. ده‌ها مورد به تاجیکستان راست می‌آید. همکارم خرامان بقازاده از سینت سلطانعلی و محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ پرسید که بازداشت و فشار فعالان و مخالفان را بیرون از حدود تاجیکستان چگونه شرح می‌دهد؟ این را سرکوب‌های فرامیلی می‌نامند و کشتار، اخراج غیر قانونی، آدمربایی، غیب زدن مجبوری، جزای گروهی خویشاوندان، سوء استفاده از خدمات کنسولی و به اصطلاح رپرسیای رقمی فرامیلی و سوء استفاده از خدمات اینترپول به این مفهوم داخل می‌شوند. سرکوب‌های فرامیلی می‌تواند به شکل باشد که خویشاوندان شخص که در خانه مانده‌اند هدف جزای گروهی قرار می‌گیرند. این گونه مثال را ما در نمونه عائله یک فعال تاجیک دیدیم که عائله او و حتی دخترچه 10 سالش را بازداشت و بازپرسی و تهدید کردند. یک نمونهش مثلا این بود که ماه اکتبر سال 2023 در تاجیکستان قریب 50 عضو عائله‌های مخالفانی که در خارج هستند برای شرکت آنها در نمایش اعتراضی ضد سفر امامعلی رحمان به آلمان بازداشت و بازپرسی شدند. آنها را تهدید و تحقیر کردند و مناسبت بسیار بدی روا دیدند. این فعالان بعداً آشکارا از حکومت تاجیکستان طلب کردند که دست از نزدیکان آنها بردارند. در ادامه گزارش با یادآوری از کشتاری رهبر سابق گروه 24 عمر علی قوتوف در ماه مارس سال 2015 در ترکیه، سازمان هیومن رایتس بر ربودن و قتل مخالفان حکومت در خارج تاجیکستان اشاره کرده است. کشتار را هم دیدیم. 5 مارس سال 2015 مؤسس گروه 24 یک سازمان مخالف عمر علی قوتوف در استانبول ترکیه کشته شد. استرداد هم به تعقیب‌های فرامیلی داخل می شود. مثلا نظام‌الدین نصرالدینوف یک عضو گروه 24 از بلاروس ماه ایول سال 2023 استرداد شد. آدمربایی و استرداد به تاجیکستان یک شکل دیگری این پدیده است. مارس سال 2021 در مسکو عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران تاجیک، دوام 2 روز ناپدید شد و تنها بعد از این در دوشنبه وزارت کارهای داخله گفت که او در بازداشت است. این تاکتیک‌ها ها اکثر وقت به پایمال کنی منبعده حقوق انسان از قبیل شکنجه و بدرفتاری مساعدت می‌کنند. نمونه دیگر قضیه امرالدین علوتشویف، شهروند تاجیکستان است که در روسیه زندگی می‌کرد و طور گفتن در تشکیل اعتراض در ماه نوامبر سال 2021 در نزد سفارت تاجیکستان ضد عملکردهای مقامات در بدخشان اشتراک کرده است. ماه ینور سال 2022 علوتشویف ربوده شد و با کمک مقامات روسیه با زور به تاجیکستان برگردانیده شد. هدف گزارش ما این است که حکومت‌ها دست از این گونه کارها یعنی تعقیب‌های فرامیلی بردارند و از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دعوت کنیم که مفهوم تعقیب‌های فرامیلی هم چون یک نوع پایمال‌کنی حقوق انسان اعتراف شود و برای مقابله با آن تدبیرهای کارساز اندیشیده شود. بینندگان ارجمند، این بود خلاصه گزارش سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که به تعقیب فرامیلی مخالفین تاجیک بخشیده شده است. گزارش شبیه آن 1 روز پیش از طرف سازمان خانه آزادی هم پخش شده است. شکل مفصل این گزارش ها را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی میتوان پیدا کرد. بینندگان ارجمند، هفته گذشته در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیلمی مستند خطهای گم شده نشر شد. حالا بیایید یک پارچه فیلم را بینیم.
سال 65 تولد شدگی من. آمان کلانی اکوا برادرها های پدر ما بابا ما لالک. یک وقتی چاربادار هم ملتی ما در کار بود. پیش چاربادارهای همون مال گوسفند پایه‌های قرقستان گرام می‌آمد اینجا به. هم کالخوز تشکیل کردیم. مثلا می‌بینیم چوپان کالخوزنده 7000 8000 مال مایده بود گوسفند باشه دیگر. همش قرغز ملت بود چوپانا. گران آمدگی دادم نه بعد جنگ. بعد دوم جهان جنگ بزرگ وطنی سانی آمده چاربادار شدگی اینجا فرمانده. Jadi kita mereka untuk berak dekat basura. Sandoy, kuzufa kan da hazır abi mi? Kuzufa. Kilenton sos mu? Kilent nasıl mı? Kilenton nasıl? Kornas sos. امروز در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نسخه این فیلم مستند با زبان روسی با نام بز لینی دلنیا نشر شد. شما را به تماشای آن دعوت می‌کنیم. در روزهایی که رادیو آزادی درباره مرگ الکسی نوالنی رهبر معروف مخالفین در روسیه گزارش تهیه می‌کرد، حکومت این کشور رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی را در رویخط سازمان‌های نامطلوب در این کشور جای داد. این مقام حقوقی با آنهایی که با این رسانه همکاری می‌کنند و در گزارش‌هایش نظر می‌دهند مجازات پیش بینی کرده است. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی می‌گوید این رسانه مستقل به فشار سرخم نخواهد کرد. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. مقامات روسیه رادیو آزادی را به فهرست سازمان‌های نامطلوب شامل کردند. یعنی هر کس که با این سازمان کار می‌کند ممکن است در روسیه به جوابگری جنایی کشیده شود. قانون به همه ارتباط دارد. ژورنالیست، سرمایه‌گذار و هر کسی که به ژورنالیست خبری می‌دهد. این فقط یک نمونه دیگر از آن است که چگونه دولت روسیه گزارش‌های واقعی را به عنوان یک تهدید اساسی می‌بیند و این واقعا نگران کننده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها نفر و تعداد بی‌سابقه مخاطبان روس‌زبان شدیم که به سازمان خبری ما به تمام پایگاه‌های رادیو آزادی و وبسایت‌های ما می‌آیند تا درباره مرگ الکسی نوالنی خبر بگیرند. آنها برای جستجوی حقیقت نزد ما می‌آیند و ما از این مأموریت بسیار مهم خود دست نخواهیم کشید. در روسیه سازمان‌های را نامطلوب می‌نامند که از خارج پول می‌گیرند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک نهاد غیر تجارتی است که از کنگره آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود. حقوقدان ماکسیم الینیچف می‌گوید اکنون در روسیه می‌توانند یک نفر را برای لایک ماندن و پن کردن مطلب‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی جزا بدهند. در روسیه بسته قانون‌ها وجود دارد که به مقامات انتظامی حق می‌دهند به گرفتن یگان اجازه کاربر به محتوای صحیفه آنها در شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت روسی دسترسی پیدا کنند. از این رو شبکه‌های به مثل فکانتاکت، مایل رو، ادناکلاسنیکی و غیره امن نیستند. مقامات روسیه به اجازه کاربر می‌توانند که به مطالب آنها دسترسی پیدا کنند، عکس گیرند و سپس برای نشر مطالب سازمان‌های نامطلوب به ضد آنها پرونده مأموری باز کنند. با قول الینیچف قانون به مخاطبان بیرون از روسیه اثر نمی کند. پلیس دوشنبه یک خانم 22 ساله را با گمان دست داشتن در فریب بیش از 200 نفر که قصد طواف خانه کعبه را داشتند بازداشت نموده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه خبر داد که این زن ساکن شهر وحدت به خواهشمندان زیارت از عربستان سعودی وعده کرده است که آنها را با نرخ ارزان برای طواف خانه کعبه می‌فرستد. بر اساس این گزارش او گویا از 200 نفر به مبلغی از 500 تا 700 دلار آمریکایی پول گرفته است. نظری بازداشت شده و نزدیکانش به اتهام اعلام کرده مقامات هنوز دسترس نشده است. همکاران ما پای جستجو و نشر خبرهای نو هستند که شما هر وقت موافق در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب آنها را می‌توانید پیدا کنید. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.